سال جاری دوره اساسی به قیدگیری داوطلبان برای اشتراک در امتحانهای مرکزانیده شده داخلشوی در 60 شهر و ناحیه‌های کشور به راه مانده شده. در 43 تای آنها 47 نقطه دائمی به قیدگیری و در 17 تای دیگری آنها نقطه‌های سیاری به قیدگیری تأسیس داده شده است. اشتراک داوطلبان در امتحانهای مرکزانیده شده داخلشوی اختیاری است. از روز اول علاقه صفی ختم کنندگان شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت برای نامنویسی زیاد بوده. میتواند برای صاحب معلومات شدن و من بعد جای کاری موافق یافتن جوانان زمینه اساسی را فراهم آورد. من کلاستر 1 را انتخاب کردم. میخواهم که برنامه‌ساز شوم و برای سرسبزی و گل شکوفای وطنی عزیزم خدمت کنم. با مقصد آماده شدن داوطلبان به امتحانها از جانب مرکز ملی تستی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخت راهنمای داوطلب و 80,000 مجموعه سوال و مسئله‌های تستی رایگان به نفران نامنویس گردیده داده می شود. همچنین اطلاع داده شد که ارزش خدمت رسانی برای شخصانی که با مقصد اشتراک در امتحانهای مرکزانیده شده داخلشوی 2025 از قید گذشته می خواهند در موافقه با خدمات ضد انحصاری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با در نظر داشت مرحله‌های اساسی و علاوگی به قیدگیری از نو به قیدگیری داوطلبان برای شخصانی دارای تحصیلات میانه عمومی ابتدایی یا میانه کسبی 370 سومونی و برای شخصانی دارای تحصیلات عمومی اساسی یعنی ختم کنندگان صنف‌های 9 320 سومونی مقرر گردیده است. باعث ذکر است که در جمهوری زیاده از 142 مؤسسه تعلیمی تحصیلات عالی کسبی موجود می باشد. از 142 مؤسسه تعلیمی تحصیلات میانه و عالی کسبی جمهوری تاجیکستان و نظام امتحان‌های مرکزانیده داخلشوی 42 مؤسسه تعلیمی تحصیلات عالی کسبی یعنی منظور ما دانشگاه و دانشکده‌ها و 80 مؤسسه تعلیمی تحصیلات میانه کسبی یعنی کالج‌ها به نظام شامل می باشند. در ولایت سوخت از 18 شهر و ناحیه‌های ولایت در 15 شهر و ناحیه 16 نقطه از به قیدگیری اساسی و سیار تشکیل کرده شده ایستاده است که داوطلبان امکانیت دارند که در این نقطه های به قیدگیری حاضر شده جهت اشتراک نمودن به امتحان های مرکزانیده داخلشوی با مقصد داخل شدن به مؤسسه تعلیمی تحصیلات میانه و عالی کسبی جمهوری تاجیکستان و از قید گذرند. به قیدگیری داوطلبان با حضور حتمی آنها صورت میگیرد و شخصانی دیگر به جای کسی به قید گرفته نمیشوند. مرکز همچنین برای آسان نمودن به قیدگیری داوطلبان و صرفه وقت آنهای کارمندان نقطه های به قیدگیری خدمت رسانی پیش نامنویسی را در سامانه خود به راه مانده است که داوطلبان توسط آن می توانند خود را پیشکی نامنویس کرده بعداً برای رسمی نمودن آن در یکی از نقطه های به قیدگیری حاضر شوند. طبق نقشه مرکز امسال دوره اساسی امتحان های مرکزانیده شده داخلشوی در مرکزهای امتحانی 20 شهر و ناحیه‌های جمهوری برگزار کرده می شود. داوطلبان نوبسته از جای استقامت و مکان به قیدگیریشان می توانند یکی از شهر و ناحیه‌ها را برای امتحان سپاری انتخاب نمایند. مرحله اساسی به قیدگیری داوطلبان از 3 مارس آغاز شده تا 3 اپریل ادامه می کند. دسترسی مجموعه سوال و مسئله های تستی و راهنمای داوطلب برای داوطلبان امکانیت می دهد که برای امتحان های مرکزانیده شده خوب آمادگی بینند. مستانه محیدی لازاده، غالب عبدالغفارов، اخبار.